السلام علیکم خانزینه سلامت و خانواده سلام باشین. میگم که بر سری فرزندی آدم هر چی باید بگذرد. ببینید بر سری من چی کارای نامد، چه قسمتی رو من از سر نگذراندم، اما نشکستم. اتویس نریختم. میبخشید کلمه روسی گفتم، بخشش ببخشید. یک کلمه روسی که بخشش، شما کلمه بخشش رو یاد گیرید. خب در اینجا در سایت من کلمه بخشش رو ما به شما میآموزم که بخشش رو یاد گیرید، میبخشید رو یاد گیرید. کسی رو رنج میبخشید. من شما میگم بخشش، کلمه روسی رو بخشش. من شکستم اون یکی نریختم. تاجیکا میگن کو شکستگی هم روشن ریختگی نیست. میگن کو من شکستم. البته شکستم افتیدم برادری ما قدر از من 6 ماه پس از نماز، پس از افتادن نشستن دینم نشنیدم. پس از اون با من افتیدم، برادرم رو از دست دادم. فکر اون رو کردم، گریه ها میکردم. در نزد من نون برادرم رو میگرفتم، من گریه میکردم که من برادرم میگم کو گریه میشن. در نزد من نون برادرم هم گرفتن. در نزد من یگون کوری برادرم رو میگفتن نوشو میگفتن که علاقه. میدون برای چی؟ برای که معاینه سری انسان وقتی که چیزی رو که به چشمش میبیند کو آن هیچ گاه فراموش نمیشود. هیچ گاه فراموش نمیشود. ما فراموش کنیم کو وقتی که چشم ما میبیند کو با باید میارد. همین یا که گفتیم باید میارد معاینه سری ما. برای همین شما وقتی که شکست دیگان جو خیلی پیش روید. من شکستم یکی نریختم. من خستم و پیش رفتم. حرکت کردم. رفتم در مسکو. برادر مرا دلتی کرد. پس از مسکو رفتم 5 سال خوندم اومدم. بعد تاجیکستان اومدم، هم داخل شدم خوندم در کالج آموزگاری با هم کار کردم. با دیپلم کالج آموزگاری گرفتم. بود در مکتبی رقم 8 در اومدم کار کردم. پس از اون کتاب ترجمه به زبان عربی تاجیکی کردم. کتاب جمعه رو پس از اون چیکار کردم؟ پس از اون با بیماران رو به توبت کردن گذاشتم. یعنی که فقط من همین خیال شکستگیم بودم نریختم. گفته چیکار رفتم کار کردم، فعالیت کردم، خدمت کردم، توبه کردم، تعلیم گرفتم، تعلیم دادم، هنر گرفتم، هنر آموختم، مهارتی کردم، مهارت آموختم به شاگردانم. تا حاضی همینه در شما در این اینترنت میگم به شما که مهارت جویید. التماس هر روز که میاد که بچه های خشتو برک شروع. من به شما میگم مثال که یک تا کتاب رو صحیفه کشوید، یک تا در مثال خوانید، یک تا قصه خوانید، یک تا ویدیوی حاجی میرزا رو تماشا کنید، یک تا ویدیوی مثل که یگان عالموی تجارت رو کسی میخواد تماشا کنید، عالموی اقتصاد رو تماشا کنید. هیچ کدام عالمی که به شما معقول میشه تماشا کنید. تا اینکه معنی سر شما چیز فایده من در نظر دارم. تماشا کنید و به خودتون یک فایده گیرید. مفتی رسی میگوید که تاجیکو اگر اومده هر روز یک صفحه کتاب خونه، یک صفحه، بسیار نه، یک صفحه پشت رو خوانند، در بین شما شاید یک عالم خیمی، یک عالم کیمیا، یک عالم چی میگن ریاضیات، یک عالم زبان عربی، یک عالم چی میگن زبانهای خارجی، یک عالم اقتصاد، یک عالم تجارت پیدا شود. میگه برای چی میگه؟ برای که میگه که گینه شما تاجیکو گینه بقوت است. همین گینه من بقوت است که من همین قدر مصیبتایی که به سری من اومد من شکستم، یک نریختم. ولی ببینید در نظر من آدم به خطر رسوندن، مرا تجاوز کردن، رو در نظر بریدن، من فرزند از دست دادم، من شوهر مثل که کدام از دست دادم، من پدر مادر از دست دادم. میگه که پدر مادر مردن میراث است، فرزندی پدر تیری الماس است. ببینید چقدر شکست از دست دادم، شکست در حیاتی من شد. میگه که من نریختم. برای چی؟ برای اینکه من دانش طلبیدم و پیش رفتم. میگه که دانش طلب بزرگی آموز تابع شود روز از روز. وقتی که ما دانش طلب بودیم، خوندیم و آموختیم و علم گرفتیم و مثلا که طلب علم کردیم، ما بزرگ میشیم و پیش میرویم. چقدر کودک رهگردان میشود و میافتد و میخیزد و میافتد راه میگردد. همین انسان وقتی که مشکلی که به سرش اومد میشکنه، میافتد و میخیزد راه میرود. با اون یک سید وقتی که در مسکو میگه که کارم برام نگرفت و شدم نالا کدم گیره کدم، خداوند به دادی من برست. در زیر پایش دلار رو یافت رفت سون کرد و از سبزوات فروختن به میلیونر اومده رسید. من هم از تجاوز کردنی در وطنم گیره نالا کرده
2 سالگیری نولا کردم تا 1993 تا 1995. از 95 تا 2025 30 سال، 2026 31 سال میشه که من دیگه گیره نمیخوام کردن، نمیخوام گیره کردن. خیلی قصه که کردم آبیده میریزد، برای که از حسیات انسان، از انسان وابستگی نداره، از احساسات انسان رو داشته گریه میکنم وقتی قصه میکنم. بله، انا میگم هموطن عزیز قدردانی کنید ما رو، بی‌قدر نکنید. خب دانشمندان تاجیک زبان رو